سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز ما با شما ادامه می‌دهیم آموزش لغت‌های زبان روسی را. دوستان عزیز، موضوع درس امروزه ما نوع‌های گوشت‌ها میباشد. با ما همراه باشید. میاسا گوشت. говядина گوشت گاو. баранина گوشت گوسفند. کوریца مرغ. سوینینا گوشت خوک. دوستان عزیز، ما کلمه گوشت خوک را برای شما نوشتیم نه به خاطر آنکه ما طرفدار گوشت خوک می باشیم. این را برای کسانی نوشتیم که در روسیه زندگی میکنند و اکنون با این کلمه آشنا می شوند و در روسیه غذاهایی هست که از گوشت خوک آماده می شود و این را برای آنها نوشتیم تا اینکه با این کلمه شناس شده و از خوردن چنین غذاها خودداری کنند. وچینا گوشت خوک. دوستان عزیز، وچینا گوشت خوک را میگویند که نمک کرده و دود داده شده باشد، یعنی مرینواد کرده شده. ریبا ماهی. سلد شورماهی. کراسنایا ریبا ماهی سرخ. کریویتکا خرچنگ خرد بحری. سالا روغن حیوانات. فرش گوشت کوفته. کتلتا گوشت قیمه. کالباسا حسیب. полукопченая колбаса حسیبی نیم دود داده شده. کپچونая колбаса حسیبی دود داده شده. колбаса из говядины حسیبی گاوی. куриная колбаса حسیبی مرغی. سردلکا حسیبچه یا اینکه ساسیسکا حسیبچه. یزیک زبانی حیوانات. پیچن جگر. پاچکی گرده. مزگی مغز. سرچه دیل. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس‌های بعدی ما با خبر شدن به کانال ما ابونه شوید و زنگولچه را زیر کنید. تا دیدار.